سلام. ببینید یه چالشی رو میخوایم شروع بکنیم بین طب سنتی و طب مدرن. یه بحثی که ما داریم اینه که توی مراجعات یک نفخ و ورم ساده گوارشی در طب مدرن تبدیل میشه به یک هزینه بسیار زیاد برای بیمار. ما در طب سنتی با یه هزینه بسیار بسیار کم در واقع میتونیم یه سری راهکارهای گیاهی رو پیشنهاد بکنیم. سوال من اینه که چرا در این سالها من خودم در شهرستان دریگز پزشکای بسیار حاذقی داشتیم که دوستانی که تو این گروه هستن و همشهری بنده حساب میشن، آقای دکتر هوشمند رو حتما یادشونه، یا آقای دکتر حدیدی به دکتر ژاندارمری معروف بودن چون پزشک ارتش بودن. آقای دکتر هوشمند یه دکتر بسیار حاذقی بود که با یه معاینه پزشکی ساده تشخیص میداد بیماری رو. چرا الان با این همه تجهیزات پزشکی متاسفانه یه معده درد ساده میشه یه هزینه بسیار زیاد برای بیمار؟ یه هزینه آندوسکوپی کولونوسکوپی الان شاید بالغ بر 30 میلیون تومان هزینه شه و در راهروهای آزمایشگاه و بیمارستان بیمار کلافه میشه و آخرش هم تبدیل میشه به یه نسخه‌ای که توش آمپرازول و پنتاپرازول و اینا داره. ببینید طب مدرن خیلی از در واقع پزشکان با طب سنتی بسیار مخالفت میکنن و جبهه خیلی بدی میگیرن، ولی سوال اصلی من اینه که اولا که آیا تجهیزات باعث شده که پزشکای امروزی از لحاظ در واقع ضریب تشخیص تنبل بشن یا نه یه نوع در واقع درآمدزایی داره میشه بین پزشکا و آزمایشگاه ها و سونوگراف ها و جاهای دیگه. ببینید دوستان، من خودم پارسال یه واریس داشتم که یکی از دکترای مشهد که مراجعه کردم به من گفت همین فردا صبح باید بستری بشه و خب 10 ماه پیش تقریبا این صحبت 25 میلیون تومان من میگیرم، 25 میلیون تومان بیمارستان میگیره، 2 هفته هم باید تو بستری بشی، تو خونه استراحت کنی و از این حرفا. و همون شب با اصرار این که حتما باید همین سونوگرافی همین ساختمون بری، نمیدونم داروهاتو از همین داروخونه بگیری، آزمایشاتو باید همینجا انجام بدی، تقریبا نزدیک 10 میلیون تومان هزینه شد. و جالبه که من سونو رو برای یکی از بستگان خودم که متخصص قلب هستم فرستادم. ایشون گفتن که این یک در واقع واریس سطحیه و اصلا نیاز به جراحی نداره و خب تجویزی که کردن من کاملا خوب شد پام. الان جوراب واریس استفاده میکنم و رعایت میکنم و دیگه نیاز به عمل نداشتم. نگاه کنین، من همون شب عملاً حس بسیار بدی تو محیط مطب داشتم، چون هم برخورد منشیاشون خیلی از بالا به پایین بود، با بیمار خیلی بد صحبت میکردن، هم آقای دکتر اصلا از جاش بلند نشد که حتی بیاد منو معاینه کنه و تا من پامو نشون دادن گفت بله سهلنگاری خودت بوده و از این حرفا و الان باید جراحی بشی. ببینید من آقای دکتر هوشمند خدا رحمتشون کنه در دریگز اون معاینه شکمی که انجام میداد وقتی بیمار رو تخت دراز میکشید و ایشون میومد، چون ایشون بسیار مرد مهربان و در واقع خوش زبان و خوشرویی بود، مردم دریگز بسیار بسیار ایشون رو دوست داشتن و ایشون در واقع توی خاطرات همه ما دریگزی‌ها جا داره و همیشه به نیکی و خوبی ازش یاد میکنیم. و میومد وقتی با بیمار صحبت میکرد، معاینه میکرد شکمش رو، با دستش زیر دنده ها رو فشار میداد و همونجا میگفت مثلا شما بر فرض مثال، حالا اصطلاحات پزشکی خودشون، میکروب معده داری یا باکتری داری، با یه نسخه ساده رفع میشده. ولی متاسفانه الان ببینید من اصلا بحثای تخصصی رو نمیخوام مطرح کنم، نه سوادشو دارم نه اصلا در تخصص من هست بخوام این صحبت ها رو بکنم، ولی من الان میخوام بگم که بر فرض مثال کسی که یک بوی بد دهان داره، آیا امکانش نیستش که بخوایم با نسخه‌های ساده تر بریم جلو و اون فرد رو درگیر بیمارستان و آزمایشگاه و آندوسکوپی نکنیم؟ من سوالم اینه.
دوستانی که در این گروه هستن یا اگر آشناهایی دارن که پزشکن، دوست دارم وارد این بحث بشن و من خودم حداقل توجیه بشم. چون ببینید ما حتی همون آقای دکتری که الان مخالفت میکنه با طب سنتی، وقتی بچه بوده دل درد میشده مطمئناً مادرش عرق نعنا بهش میداده، عرق چلگیا بهش میداده و همون شخص الان شده یکی از مخالفای سرسخت طب سنتی. هیچ کدوم از طبایی که وجود دارن اصلا ادعایی نمیتونن داشته باشن، طب مدرن هم نمیتونه داشته باشه. الان سرطان ها دارن بیداد میکنن و طب مدرن اصلا راههای پیشگیری رو حتی نمیتونه به مردم بگه، در صورتی که ما داریم میگیم که تو بحثای در واقع این که سرطان ها به وجود اومدن یه دلیلش تغذیه و خوردن سردیجاته که شما حساب کنید یه عده‌ای هر روز صبح نون پنیر، هر روز ظهر برنج، هر شب غذای فسفودی و آماده. طبق آماری که من دارم دهه 80 به اینور اصلا صبحانه خور نیستن و اگرم استفاده بکنن اول یه قهوه ناشتا میخورن. ببینید بحث ما اینه، خواهشاً لطفاً من اصلا نمیخوام الان جبهه بگیرم بگم طب سنتی چجوریه، طب مدرن چجوریه، طب سوزنی چه کاری انجام میده، یا فرق بین حجامت و خون دادن چیه، آیا اصلا این خوبه بده. فقط من حرفم اینه که ما چرا نمیتونیم مثل 30-40 سال پیش با یه معاینه بالینی ساده یه بیماری رو مثلا نفخ و ورم معده تشخیص بدیم و بیمار رو همون ابتدا درگیر این همه هزینه نکنیم. به اضافه این که خودتون میدونید محیط بیمارستان، محیط مراکز در واقع درمانیمون یه حالتیه که همه بیمارن، مراجعه کننده ها اعصابشون خرابه، درگیری زیاده و برای همین اکثر اونایی که وارد اینجور محیط ها میشن شاید بیش از خیلی آمار نمیتونم بگم بهتون، ولی خیلی هاشون اصلا احساس میکنن یه بیماری بدی دارن، یعنی هنوز نه نتیجه آزمایش اومده یا اصلا تفسیر آزمایش انجام نشده، اون شخص میگه نه من نمیدونم مثلا سرطان دارم. برای همین نمیدونم آیا این فیلم منو کسانی میبینن که بتونن اظهار نظر کنن. از حالا دوستانی که اینجا هستن اگر تخصصی دارن، پزشک هستن یا تو مراکز بهداشتی هستن، تو مراکز آزمایشگاه ها اگر هستن، دوست دارم من توجیه بشم. حداقل این که کسی که برای یک مثال میزنم، مثلا چجوری بگم بهتون، تعریق ساده، برای یه تعریق ساده مراجعه میکنه، ما تو درمانهای خودمون شاید کل درمانش 300-400 هزار تومان نمیشه، حداقل میتونیم یه 10 روزی درمانی رو استفاده بکنیم ببینیم چه نتیجه‌ای میده. مرسی، ممنون که گوش کردین. منتظر در واقع تعاملاتتون هستم، منتظر پاسختون هستم. انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی رو دارین رو حتما پذیرا میشم. مواظب خودتون باشید.